سیستم 3 تا بخش داره: ورودی، پردازش و خروجی. خب اپریشن جاییه که باید همه چی با هم دیگه هماهنگ بشه دیگه. وقتی که تو به عنوان ورودی داری یک اختلالی ایجاد میکنی، اون اختلال در خروجی خودش رو نشون میده. چند تا اشتباه رایج هست که باعث میشه که ما نتونیم تفکر سیستمی رو درست پیاده بکنیم. به نظر من یکی از جاهایی که سیستم تفکر سیستمی نمیتونه درست کار بکنه، بیزنس ها و کسب و کارها از این تغییرات کوچیک بیشترین ضربه رو میخورن. اینجا من باید به این اشاره بکنم حتما که بچه‌ای که فاندرن و دارن میبینن قطعا به این بخش خیلی بیشتر توجه بکنن. داده محوری مسئولیت ما اینه یا تارگت و هدف ما اینه انسان میفهمه با اون مغز پیچیده‌ای که داره چقدر پس اهمیت خیلی داره اهمیت داره و اصلا انقدر این مهارت حتی پولسازه برای اونهایی که دارن ما رو میبینن و میشنون. یه گزارش ازش بگیرید، یه داشبورد حتی مثلا غیر لایو هم داشته باشین، خیلی نیاز نیست داینامیک باشه، یه چیزی باشه که استاتیک باشه فقط نشون بده. این هم به نظر من میتونه حتی تو این مرحله مفید باشه. این ابزار استفاده ازش یا محقق شدنش نیازمند مهارتیه در دو طرف این ماجرا. سلام به اپیزود سوم لیناپس خوش اومدین. میلاد هستم. منم جواد هستم. با بخش دوم مجموعه مهارت‌های کسی که میخواد وارد حوزه عملیات بشه در خدمتتون هستیم تو این اپیزود. اولین موضوعی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم بحث تفکر سیستمی هست. دوست دارم جواد شروع بکنی از تفکر سیستمی و منم وسطش باهات همراه بشم. من فکر کنم خوبه که یه تعریفی داشته باشیم از تفکر سیستمی و اصلا از خود سیستم و بعد بگیم که این تفکر سیستمی چی هست. میدونیم که سیستم 3 تا بخش داره، اون تعریف کلاسیک سیستم. سیستم 3 تا بخش داره: ورودی، پردازش و خروجی. این یک سیستم ساده است، اما سیستم های پیچیده اینطور تعریف میشن که یک سیستم گاهن ورودی یک سیستم دیگه میشه و اون سیستم یک خروجی داره که دوباره خروجیش ورودی یک سیستم دیگه میشه و تشکیل یک سیستم پیچیده رو میده. اگر این رو به عنوان تعریف سیستم بپذیریم، ما حالا میخوایم راجع به تفکر سیستمی صحبت بکنیم که در واقع شناختن رابطه بین این سیستم هاست. بین سیستم ها خیلی مهمه. به نظر تو با این تعریف ما از سیستم تفکر سیستمی چیه؟ من دوست دارم اینجا قبل اینکه تعریف رو شروع بکنیم یه مثالی از سیستمایی که زدی داشته باشیم. مثلا کسب و کاری که دارین توش کار میکنین، دارین توش فعالیت میکنید، قاعدتا اینجوری میره جلو که مثلا یه ساید مارکتینگ داره، یه ساید مثلا پروداکت داره، یه ساید مثلا پشتیبانی داره. یه کوچیک‌ترین کسب و کار این 2-3 تا سایدو دارن دیگه. نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که مثلا ساید توپ اپریشن جاییه که باید همه چی با هم دیگه هماهنگ بشه دیگه. قبول داری؟ یعنی مثلا تو فیدبکی میگیری از مشتری باید بدی به مارکتینگ، یا برعکسش از مارکتینگ قراره محصول معرفی بشه، تو باید به عنوان ساید مثلا فروش یا پشتیبانی حواست به این موضوع باشه. پس این نشون میده که ما توی بیزینسمون تو کارهایی که داریم انجام میدیم همیشه با مجموعی از سیستم ها در ارتباطیم که هم بهشون به نظرم اثر میذاریم اگه موافقی جواد، هم ازشون اثر میپذیریم. یعنی فکر میکنم که تو هم موافقی که اگه مثلا من یه روزی مثلا یه رو دیر بکنم توی کار رکورد پادکست، احتمالاً تو یه رو معطل میمونی و من دارم یه مشکل سیستمی ایجاد میکنم. دقیقاً همینطوره. اثر کار تو روی من میشه در واقع همون سیستم. وقتی که تو به عنوان ورودی داری یک اختلالی ایجاد میکنی، اون اختلال در خروجی خودش رو نشون میده و نتیجهش میشه مثلا تأخیر روی انتشار پادکست به عنوان یک سیستم اگر نگاه بکنیم. من کاملا باهات موافقم و ما با همین شکل میتونیم اجزا رو بشکنیم و از توی دل همه این اجزای کوچیک سیستم در بیاریم. یک وقتایی اگر ما به شکل سیستم نگاه بکنیم، تصمیمات ما ورودی یک سیستم هستن که منجر به یک سری خروجی ها میشن و این خروجی ها ممکنه دوباره
در واقع روشون یک پردازشی انجام بشه در سیستم دیگه و خروجی دیگری رو در واقع حاصل بکنن و این زنجیره سلسله‌وار ادامه پیدا میکنه تا انتهای زنجیره متأثر میشه از اون تغییری که در ابتدا اتفاق میفته. پس در تفکر سیستمی ما باید این رو حواسمون باشه بهش به عنوان یک مهارت یاد بگیریم که فکر بکنیم در انتها چه اتفاقی ممکنه بیفته. دقیقا. اگر من یک تصمیمی میگیرم، اگر من یک حرکتی رو انجام میدم، اگر من در یک خط تولید یک تغییر رو میدم، یا یک جایی کارم میلنگه، یه جایی دچار انبارش میشم، یه چیز متوقف میشه، یه پروسه یا تأخیر پیدا میکنه و یا حتی اتفاقات خوب. یعنی یه وقتایی من وقتی که تو وسط زنجیره کاری یه فرآیندی رو تسریع میکنم که میتونه یه اتفاق خوب باشه و بهره‌وری رو بیشتر بکنه، باعث ایجاد انبارش تو بعدش بشم، باعث ایجاد اختلال بشم تو بعدش و حتما لزوما هر تغییر خوب در یک جزء لزوما تغییر خوبی نیست. دقیقاً خیلی موافقم. هر تغییر در یک سیستم، حتی تغییر خوب، لزوما تغییر خوبی نیست. یعنی منظورت اینه که قرار نیست حتما نتیجه خوبی هم داشته باشه، هر تغییر خوب احتمالاً حتما نتیجه خوب نخواهد داشت. لزوما اینطور نیست. دقیقاً. و تفکر سیستمی ما کمک میکنه که ما به همین جنبه ها نگاه بکنیم. یه چند تا مانع داره میلاد، یا چند تا اشتباه رایج هست که باعث میشه که ما نتونیم تفکر سیستمی رو درست پیاده بکنیم و اون باعث میشه که ما منحرف بشیم از تفکر سیستمی که من دوست دارم اینجا به چند تاش اگه موافق باشی اشاره بکنم. نکته مهم اول اینه که ما معمولاً دچار این اشتباه میشیم در تفکر سیستمی که مرزها و اسکوپ سیستممون رو مشخص نمی‌کنیم. یعنی نمیدونیم که الان این ورودی که داریم به سیستم میدیم خروجیش در چه محدوده قابل قبوله. آیا خروجی دیگری که اتفاق میفته و حاصل میشه حاصل از این سیستمه یا حاصل از همبستگی این دوتا سیستم با همه؟ اینو گم میکنیم، مرزها رو گم میکنیم، به خصوص اون جاهایی که یک سیستم ورودی سیستم دیگه ای میشه اینا با هم ادغام میشن و ورودی اول و خروجی اول فقط دیده میشه. این وسط این دوتا سیستم چه اتفاقی توشون میفته دیده نمیشه، خط مرزشون دیده نمیشه، مشخص نمیشه. به نظر من یکی از جاهایی که سیستم تفکر سیستمی نمیتونه درست کار بکنه اگر این مرزها درست شناسایی نشه. مانع دیگه رو بهش اشاره می‌کنی؟ من یه چیزی که به نظرم خب خیلی این بحثا میدونیم دیگه خیلی کالچر بیسد و بر اساس فرهنگ هر محیط به نظر من این قضیه ممکنه تعریفش و موانعش متفاوت بشه. من به نظرم یه چیزی که توی جامعه ما میتونه این قضیه رو در واقع براش مانع ایجاد بکنه اینه که ما خیلی از وقتا این کار تیمیه رو، این در واقع مسئولیت پذیریه رو تجربه نمی‌کنیم یا نمی‌خوایم تجربه بکنیم. مثلا نکته‌ای که اشاره کردی که ممکنه ما تغییری انجام بدیم اما خب توی سیستم بعدی این تغییر مطلوب نباشه. ما فقط شاید در لحظه داریم نگاه می‌کنیم که اوکی مثلا مسئولیت من دیگه تموم شد توی این نقطه. حالا تو نقطه بعد چه اتفاقی بیفته توی ما مثلا مایلستون بعد این کسب و کار، خب چی میشه من الان وقتی دارم این شکلی کار میکنم. من اینجا یه مثالی که دوست دارم بزنم، فکر میکنم خیلی از استارتاپ‌های ارلی استیج این تجربه رو داشتن، اینه که بحث مالی و اون فایننس اپریشنی هست که فکر میکنم نمیدونم جواد اگه قبول نداری منو تصحیح بکن، فکر نمیکنم واقعا استارتاپ‌های ارلی استیج خیلی توجه بکنن به ثبتش. یعنی حتی مثلا یه اکسل شیت کوچولویی نمیذارن که بعدن شاید نیاز باشه بهش رجوع بکنن. یا مثلا اگر مارکتینگ قراره ببینه چقدر هزینه کرده این ماه برای هر مشتری که به دست آورده باید به کجا رجوع بکنه. من به نظرم این یه نمونه خیلی کوچیک از این بحث در واقع مسئولیت پذیری توی فرهنگ ما. من به نظرم این یه مانع خیلی اساسیه که ما تو کار تیمی به مسئولیت جمعیمون توجه نمی‌کنیم، فقط به خودمون داریم نگاه می‌کنیم. به نظرم خیلی از جاها موافقم. دقیقاً اینم میتونه یکی از موانع مهم باشه. یکی دیگه از اتفاقاتی که در واقع به خاطر سوگیری حتی اشتباه ما گاهن اتفاق میفته این هست که ما به تغییرات کوچیک و جزئی توجه نمی کنیم و میریم سراغ ایونت ها.
میریم سراغ یک رخدادهای بزرگی که یهو سیستم رو دیستراپت میکنن، یهو باعث توقفش میشن، یا باعث یک خلل بزرگ یا باعث یک تغییر بزرگ توی سیستم میشن. ما یاد گرفتیم که فقط به اونا نگاه بکنیم. آره دقیقاً. ما مثال خیلی روتینی که من همیشه میزنم از اینه که ما مثلا به فرایند یا این ترند روند زلزله های 1 ریشتر 2 ریشتری توجه نمی کنیم، ولی یه زلزله 6 ریشتری میاد میزنیم تو سرمون، در حالی که اون قبل اون زلزله 6 ریشتریه از چند روز قبل داشته سلسله زلزله هایی می اومده 2 ریشتر 3 ریشتر و ما بهش توجه نکردیم. و اتفاقاً بیزنس ها و کسب و کارها از این تغییرات کوچیک بیشترین ضربه رو میخورن، تغییراتی که آروم آروم اتفاق میفته و در نهایت باعث یک بحران بزرگ میشه. مثلا دوباره توی بیزنس ها افت فروش 4-5% در ماه اگر بهش توجه نشه که نمیشه متاسفانه، باعث میشه که ما با یک در واقع وضعیت مواجه بشیم که برگردوندنش به چند ماه گذشته خیلی کار سختی باشه، خیلی پیچیده میشه. ولی حتما به این توجه میکنیم که مثلا سایتمون داون شد به لحاظ فنی، یه روز فروشمون صفر شد. به این خیلی توجه میکنیم. تفکر سیستمی اتفاقا میگه به اون تغییرات کوچیکه باید بیشتر فکر بکنی. اون تغییر بزرگه تو یه دلیلی داره، میری دلیلشو پیدا میکنی، میگی آقا اینجا این اتفاق افتاد تمام. اما این که این آروم آروم داره اتفاق میفته، آروم آروم داره شما رو خراب میکنه، این بیشتر اهمیت داره و نشون میده که یک اتفاق مداوم، یک ایراد مداوم داره توی سیستم رخ میده. دقیقاً. من پرو چیزی که گفتی یه لحظه رفتم تو فکر، داشتم به این توجه میکردم که ما چقدر، حتی نمیگم استارتاپ، میدونی چقدر مثلا فروشگاه سر کوچه من و تو هست که یه موقع داره گرون فروشی میکنه، مثلا صاحبش که نیست، اون مثلا فروشنده هست داره احتمالاً 5 تومن 10 تومن میکشه رو جنس و یهو مثلا این کم کم تو محله میپیچه، یهو میبینی مثلا همسایه‌ها اومدن راجبش دارن حرف میزنن، شوخی میکنن فلان اینا، و تو بعد مثلا چند ماه میبینی اون سوپرمارکت رفته، اون فروشگاه جمع کرده از اونجا رفته. خب من به نظرم این خودش یه مثال خیلی کوچیک از اتفاقی که داره روزمره تو زندگی ما میفته. یا مثلا چیزی که حتی من خودم هم تجربهش کردم، قضیه ورزش کردن. خب یعنی مثلا تو روز اول که میری احتمالا خیلی نمیتونی کار خاصی انجام بدی، حالا نمیدونم هر ورزشی که انجام میدی، اما خب اتفاقی که میفته بعد یه مدت تو یواش یواش با این صبر کردن تلاش کردن نتیجهشو میگیری. و وقتی که مثلا میخوای گل بکنی تو احتمالاً یه اتفاق میفته که یه روزی تنبلی میکنی، مثلا 10 دقیقه دیر میری باشگاه، 10 دقیقه زودتر میای و این قضیه خودش توی اشل بزرگ داری اتفاق عجیب و غریبی رقم میزنه. من یه جایی داشتم راجع به اخلاق میخوندم، بحث اخلاق حرفه‌ای توی محیط کار، یه مثالی یادم نیست داشتم از کجا میخوندم وگرنه حتما رفرنس میگفتم، ولی یه مثالی رو من دیدم که در واقع مثلا استادی که یه کلاس 30 نفره داره و مثلا 5 دقیقه دیر میاد سر کلاس، احتمالاً توی 1 سال، توی 2 سال، توی 10 سال داره عمر مفید یک انسان بالغ رو که مثلا از سن مثلا 0 شروع میکنه تا به 70 میرسه رو داره میگیره، یعنی 70 سال داره تلف میکنه. خب این الان حکمش چیه؟ این آدم قاتله یا نیست؟ به نظرم مسئله‌ایه که واقعا نشونه تفکر سیستمیه. یه چیزی من میخواستم به حرفات اضافه بکنم بعد از این مثال ها. من به نظرم یه جایی که ما میخوایم تفکر سیستمی رو حل بکنیم هم باز سیستمی نگاه نمی کنیم. یعنی مثلا یه اتفاقی میفته توی کسب و کار، تو اثر لحظه‌ایشو فقط میخوای برطرف بکنی، مثل یه فرض مثال نمیدونم مسکنی که میخوری خوب میشی 2 روز دیگه ولی دوباره دردت شروع میشه، تو نرفتی درمان بکنی، تو اومدی فقط تسکین دادی. فکر میکنم این رو هم باید خیلی بهش توجه بکنیم. نمیدونم نظرت چیه راجع به این موضوع؟ آره موافقم. یکی از راه‌های جلوگیری از این آفتی که ما گفتیم اینه که ما باید بریم همیشه و شناسایی بکنیم الگوی تغییرات رو، نه تغییرات رو، نه خود تغییرات رو. ما خود تغییرات رو معمولا آنالیز میکنیم، خود آفات و اتلاف‌ها رو آنالیز میکنیم، اما الگوشون رو نه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که این تغییرات معمولا یه خروجی‌هایی رو میدن یا یک تغییراتی رو خروجی میدن. ما باید بریم و ببینیم شکل اون تغییر چگونه اتفاق افتاده، نه میزانش. قبوله. 10% کم شده، اوکی خوبه، فهمیدیم 10% کم شده، اما چگونه روش اثر گذاشته، با چه الگویی روش اثر گذاشته. اگر شدت این اختلال در ورودی 3 برابر بشه 10% میشه 30. آره یعنی خیلی سوال 3x میشه
یا 5x میشه یا 10x میشه. پیدا کردن فرمولش تابع اون تغییر، فانکشن اون تغییر خیلی مهمتر از اثر علت و معلولی اون تغییره به نظر من. و نکته دیگه که توی تفکر سیستمی خیلی باید بهش توجه کرد اینه که ما باید شرایط محیطی رو بپذیریم. یعنی بالاخره در محیط ما یک سری عامل دیسراپتیو و برهم زننده وجود دارن که نمیشه کاریش کرد و اتفاقا تفکر سیستمی میگه من اینجا هستم یک سیستمی رو بسازم که اونها رو هم باهاش کار بکنم، از اونها یا به نفع خودم استفاده بکنم و یا اثر تداخلیش رو مینیمم بکنم، حداقل بکنم که دیگه رو کار من اثر منفی زیادی نذاره یا من بتونم یه جای دیگه جبرانش بکنم. بنابراین ما در تفکر سیستمی یا افرادی که تفکر سیستمی درشون غالب هست غر زدن نمیشنویم، گلایه از زمین و زمان نداریم و سعی میکنن که در شرایطی که وجود داره در واقع سیستمی رو پیاده سازی بکنن که به کار خودش ادامه بده. موافقم باهات. چرایی این قضیه رو هم دوست داشتم راجبش حرف بزنیم. هر سیستمی فارغ از این چند تا مدل نیست، یا کاملا جدای از محیطشه، یه سیستم ایزوله‌ایه و مثلا مثل یه اتاق دربسته‌ای که همیشه درش بسته خواهد بود، یا هر موقع که دوست داشته باشه در این اتاق باز میشه. یعنی یه سیستمیه که انتخابی در واقع داره ورود و خروجش رو کنترل میکنه، یا سیستمیه که احتمالاً همیشه باز هست، مثل خیلی از سیستم‌ها، مثل همه ما آدم‌ها، مثل بیزینس‌ها، کسب و کارها. قاعدتاً هیچ کس دوست نداره فروشش افت بکنه، هیچ کسب و کاری دوست نداره که مثلا یه نیروی تالنتش بره. ولی آیا ما میریم ببینیم که مشکل این نیروی تالنت چی بوده؟ شاید یه مدیر بالادستی این نیرو اصلا مشکل داشته باشه. من به نظرم اینه که ما بخوایم خیلی از وقتا دنبال ریشه دلایل باشیم، باید به این توجه بکنیم که یک دلیل نیست که داره یک اتفاق رو رقم میزنه. مجموعه ای از دلایل، اتفاقات، انتخابای خودمون، تصمیمای خودمون، حتی استراتژیایی که شاید فکر میکنیم درسته، این تو اشل بزرگ داره یه چیزی رو خراب میکنه، یه چیزی رو داره در واقع ترید آف میکنه. میدونی یعنی ما یه چیزی رو به دست میاریم، در قبالش یک هزینه ای رو پرداخت میکنیم و این تفکر سیستمی اونجاست که داره میگه تو این هزینه ها رو باید حواست باشه که وقتی این چیزی رو به دست میاری از مجموعه این کل داری چه چیزی رو براش در واقع ویست میکنی. مثال های دیگه ای که در واقع خروجی های تفکر سیستمی هست و ما باهاش توی کسب و کارها داریم سر و کله میزنیم و باهاش مواجه هستیم اما نمیدونیم که اینا برآمده از تفکر سیستمی، هم بد نیست بهش اشاره بکنیم. دقیقاً. نمونهش اگزیت اینترویو که یک اگزیت اینترویو چرا اتفاق میفته؟ در تفکر سیستمی هستش که میگه این اتفاق یا این خروجی و این نتیجه احتمالاً دلیلش یک سری ورودی ها بوده و بیاد و این چرخه فیدبک رو کامل کن، از خروجی به ورودی فیدبک بده و این سیستم رو اصلاح کن. پس اگزیت اینترویو ها یکی از نتایج در واقع تفکر سیستمی هستن. انواع و اقسام نظرسنجی هایی که از مشتری ها انجام میدیم، هم از CSAT و MPS و چیزهای دیگه، اینا همشون در واقع ابزارهای تفکر سیستمی هستن برای اصلاح سیستم و برآمده از اونها هستن. و عرض کنم به خدمتتون که نظرسنجی های داخلی که اتفاق بیفته مثل EMPS، رضایت شغلی و چیزهای دیگه، اینا و ابزارهای مشابه این نتیجه تفکر سیستمی هستن. میلاد اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم که تفکر سیستمی رو ببندیم، به چه نکاتی اشاره میکنیم؟ من به نظرم اول از همه باید سیستم رو تعریف بکنیم که سیستم اون بیزینس چی هست، چه اجزایی داره، چقدر بسته هست، چقدر بازه و دایره اختیارات هر کدوم از اجزای این سیستم مشخص بشه. تو مرحله بعد ما باید حواسمون به نظرم به ارتباط بین این اجزا باشه. جایی نباشه که ما از مسئولیت خودمون ستیسفای بشیم، راضی بشیم، بگیم این اوکیه، باقیش رو دوش بقیه تیمه. این اتفاق نباید بیفته. و در نهایت هم به نظرم نکته‌ای که توی بحث تفکر سیستمی من و تو بهش اشاره کردیم، موانعی وجود داره که بر حسب هر سیستم احتمالاً متفاوته. ما چند تاشون مثال زدیم ولی به نظرم توجه به این موانع میتونه باعث بشه که ما تفکر سیستمی درستی رو داشته باشیم و نتیجهش رو بتونیم توی بیزینسمون ببینیم. موافقم بسیار. اگه نکته‌ای رو به نظر جا انداختم تو بحث جمع‌بندی، من میخوام از بیننده‌های عزیزمون و یا شنونده‌های عزیزمون
درخواست بکنم اگر چیزی رو ما در این بخش جا انداختیم لطفاً برامون کامنت بکنید از هر جایی که این پادکست رو میشنوید. خب میلاد به نظرم بیایم راجع به مهارت بعدی صحبت بکنیم که یک مهارت خیلی مهمیه از نظر من. نظرت چیه در مورد داده محوری صحبت بکنیم؟ آره اتفاقا خیلی بحث جذابی رو شروع کردی. یادم تو اپیزود 0 هم یه جایی اشاره کردیم، من گفتم بعداً راجبش خیلی حرف دارم، دیگه الان وقتش شد. بحث داده محوری از اون چیزاییه که بازم به نظر من ریشش توی تفکر سیستمیه، ولی انقدر گسترده و بزرگ و البته مهمه که به نظرم جا داره که به عنوان یک مهارت بهش نگاه بکنیم، یک اسکیلی که باید بریم دنبالش. واقعا من به نظرم ما هر تصمیمی که داریم میگیریم، حالا چه توی زندگیمون چه توی کسب و کار، احتمالاً باید به این توجه داشته باشیم که اون دیتا قبلی که وجود داره، اون داده هیستوریکالی که توی اپیزود فکر کنم قبلی هم بود راجعش صحبت کردیم، اون چیه. من توی در واقع بحث داده محوری به نظرم اولین نکته اینه که ما باید حواسمون به این باشه که داده ها مهمن، داده ها اعدادی هستن که میتونیم ازشون نتایج خوبی رو بگیریم و اینجا من باید به این اشاره بکنم حتما که بچه‌هایی که فاندرن و دارن میبینن قطعا به این بخش خیلی بیشتر توجه بکنن که داده ها در واقع ما میتونیم روشون فاند بگیریم، ما میتونیم روشون در واقع پول در بیاریم و پول خرج بکنیم، واسه همینه که میگم مهمه. اما تو بحث در واقع داده محوری، دیتا اورینتیشن، اتفاقی که در واقع باید بیفته چیه؟ یه مثالی رو هم می‌خواستم شروع بکنم قبل از تعریف، این که توی بخش عملیات اتفاقی که میفته اینه که خیلی داده ثبت میشه. یعنی مثلا تو تیم لوجستیک زمانی که یه وسیله مثلا نقلیه، حالا هر چی که باشه، حرکت میکنه، یه محصولی رو داره میبره، اینکه کجا میبره، چقدر ترافیک داره، نمیدونم تو چه ساعتی هست، تو چه آب و هوایی هست، همه اینها دیتاهایی و داده‌هایی که میشه ثبت کرد. حتی یادمه یه سری استارتاپ این مدلی ان که یه سری دستگاه نصب میکنن رو وسیله‌های نقلیه‌ای که میخوان کار لوجستیک انجام بدن که اون داده‌هایی که نیازه رو خودکار و اتوماتیک بسنجه. یعنی انقدر مهمه این بحث دیتا اورینتیشن که حتی یه سری بیزینس هستن که این کار رو به عهده میگیرن برای باقی کسب و کارها. پس تو بحث داده محوری من دوست دارم با این مثال در واقع مقدمم رو تموم بکنم و تعریف رو از اینجا شروع بکنم که ما هر تصمیمی که داریم میگیریم بر اساس اتفاق و دیتا و اطلاعات و داده هایی که از قبل ما اینها رو ثبت کردیم تا بتونیم به یک در واقع اینفورمیشن برسیم، به یک سری اطلاعات برسیم که چرخه رو کامل بکنیم. بعد از اطلاعات بتونیم به اون در واقع یادگیریه برسیم، به اون دانش و آگاهی برسیم که تهش از این اومده که مثلا توی در واقع اپیزود قبل ما مثال زدیم توی روز مثلا بارونی لوجستیک من باید انقدر زودتر حرکت کنه یا انقدر سرور اضافه بکنیم یا یه اتفاق این مدلی. جواد دوست دارم نظر تو رو هم بدونم. بله من خیلی موافقم با صحبتایی که گفتی و میخوام که در واقع بازگو بکنم، به نوعی سامرایز بکنم این صحبت‌ها رو. در واقع داده محوری مسئولیت ما اینه یا تارگت و هدف ما اینه که یک مشت داده خام رو که بهش میگیم را دیتا یا دیتا اول ازش بیایم تمیزش بکنیم، نویزاشو حذف بکنیم، یه خورده در واقع مفیدترش بکنیم، اون چیزایی که ممکنه ما رو به اشتباه بندازه رو بریزیم دور، خالص سازیش بکنیم، بعد اون داده رو یا دیتا رو تبدیل به اینفورمیشن یا اطلاعات بکنیم، بعد پروسسش بکنیم، به نوعی یه سری عملیات ریاضی روش انجام میدیم، به یک سری ایندکس و خروجی میرسیم. تا اینجا به نظر من ما هنوز داده محور نیستیم. دقیقاً ما فقط داریم ثبت می‌کنیم، فقط داریم داکیومنت می‌کنیم و یه سری اعمال ریاضی انجام میدیم. خیلی اون جایی که اسمشو میشه گذاشت دیتا ساینس و دیتا ساینتیست میاد کار میکنه یا اصلا مفهوم داده محوری محقق میشه، دقیقاً اون پله آخره که ما میرسیم به اینسایت. یعنی جنبه های پنهانی رو از داده متوجه میشیم و دریافت میکنیم که اتفاقا نه کار رباته، نه کار کامپیوتره، نه کار داشبورده، نه حتی AI که الان ترنده، نه حتی AI. دقیقاً اینا چیزهاییه که انسان میفهمه با اون مغز پیچیده‌ای که داره
و با اون در واقع ماتریس ارتباطایی که بین چیزهای مختلف تو ذهن خودش شکل داده به واسطه تجربهش توی اون کسب و کار یا توی اون فیلدی که داره کار میکنه جنبه‌های پنهانی رو ازش متوجه میشه و اون اینسایت ها رو به کار میگیره برای اینکه چه کاری انجام بده. یه نکته جالب بهت بگم، توی دنیا در شرکت‌های خیلی بزرگ گاهن یه افرادی هستن با حقوق‌های بسیار بالا که اینا فقط میان تو جلسات و اینسایت میدن. یعنی داده های شما رو نگاه میکنن، تحلیل میکنن، بررسی میکنن و به شما اینسایت میدن. هیچ کار دیگه نمیکنن. اینطوری نیست مثلا 8 صبح بیان تا 5 بعد از ظهر ساعت ثبت بکنن و حضور داشته باشن. چقدر پس اهمیت خیلی داره، اهمیت داره و اصلا انقدر این مهارت حتی پولسازه برای اونهایی که دارن ما رو میبینن و میشنون که اگر دنبالش برن میتونن توی این فیلد غرق بشن و به عنوان یک آدم متخصص در همه حوزه ها به خصوص عملیات که تو اشاره کردی توش پر از دیتاست کمک بکنن، اینسایت بدن به بیزنس های مختلف برای اینکه بتونن تصمیمات درست بگیرن و ریسکشون رو پایین بیارن، خطاهاشون رو کم بکنن و کمک بکنن به رشد. نداریم تو ایران فکر کنم واقعا نیست. خیلی کم و ما متاسفانه تو اون استف اینفورمیشن متوقف میشیم. همه ثبت میشه و بعد میره تو انبار. میریم یه نهایتش داشبوردی هم درست میکنیم و خود رنگیش میکنیم. واقعا خیلی من نمیبینم که به اون اینسایت ها برسیم. و خیلی هم ضعف داریم. یعنی من بعضی از شرکت‌ها رو میبینم دوست دارن این کارو بکنن ولی نه بلدن و نه کسی هست که کمکشون بکنه. دقیقاً. راستش من خودم رو هم دیتا ساینتیست نمیدونم که این کارو بکنم. یعنی به نظر من یک تخصص واقعا مهمه. ولی خوبه که ما یه همچین رویکردی رو داشته باشیم به عنوان مدیر عملیات، کسی که تو عملیات داره کار میکنه مطمئن بشیم که ما تو استف اینفورمیشن متوقف نشدیم. خیلی بریم جلوتر به این سایت برسیم، حتی اگه لازمه از کمک دیگران هم استفاده بکنیم. به نظر من حتما باید اگه مثلا یه بیزینسی توش دارید فعالیت میکنید که از یک اسکیل بلوغ، از یک استیج بلوغی به بعد گذشته، مثلا متوسط به بعد گذشته، به نظر من خوبه که ماهی یک بار دیتاها رو واقعا بدین دست یه آدمی این کارو بشینه بررسی بکنه، چون بعداً مشکلاتی ایجاد میشه که ریشه‌ش رو تو شاید میتونستی با مثلا یه هفته کار و یه هزینه خیلی کم حل بکنی، اما خب این اتفاق نیفتاد چون اصلا دیتکت نشد، شناسایی نشد این داده ها. من یه چیزی هم که از چالش‌های خودم بوده حتی اوایل لینیفا این بود که واقعا این بحث ثبت دیتا و نتیجه گیری ازش خیلی پیچیده است. یعنی تموم نمیشه دیگه، تو اصلا نمیدونی باید کجا اینو ثبت بکنی، حتی با چه. مثلا من یادم خودم یه انگار زبون، خب من مثلا دیولپر نیستم دیگه، بلد نیستم کلا این کار دیولپر، ولی یه جایی من خونده بودم که اگه مثلا میخوای کار داده و دیتا و اینو انجام بدی باید حتما زبون برنامه‌نویسی آر فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم یاد بگیری، یا پایتون. مثلا پایتون که خب خیلی معروف بود، بعد من پیش خودم گفتم پایتون که احتمالاً خیلی از من قرار زمان ببره برم آر رو یاد بگیرم. و بعدش اصلا فهمیدم با منتورینگایی که گرفتم فهمیدم که اصلا نه واقعا انقدر قرار نیست پیچیده باشه ثبتش و حالا نتیجه گرفتن ازش تو اون اسکیل در واقع مشکلی که ما داشتیم. و میخوام بگم یعنی اگر الان هیچ کاری برای دیتا نکردین هم یه اکسل شیت داشته باشین که یه ورود و خروج توش، ورود و خروج اطلاعات واسه ساعت کاری برداشت نشه، اون دیتا ها توش ثبت بشه، ماهی یه بار بررسی بکنید، یه گزارش ازش بگیرید، یه داشبورد حتی مثلا غیر لایو هم داشته باشین، خیلی نیاز نیست داینامیک باشه، یه چیزی باشه که استاتیک باشه فقط نشون بده. این هم به نظر من میتونه حتی توی این مرحله مفید باشه. من یک مورد دیگه رو میخوام اضافه بکنم به مواردی که گفتی. اگر ما افراد دیتا محوری باشیم یه چند تا عذر و بهونه هست که باید از خودمون دور بکنیم. من نمیخوام برای اینکه دیگه طولانی نشه به همش اشاره بکنم، ولی یکی از مهمترین و رایجترین عذرهایی که ما داریم برای اینکه تصمیماتمون رو اصطلاحاً همینطوری بگیریم، یلخی بگیریم، هیئتی بگیریم، استفاده میکنیم و به نظر من این نشون میده که ما اون اسکیل ست داده محوری رو نداریم و اونم اینه که دیتا نداریم. آقا دیتا نیست. خب بله، من یکی از تجربیاتم رو بگم، وارد یک مجموعه شدم برای مشاوره و بهشون گفتم که شما روزانه چند تا تماس دارید. تلفنم از این تلفن پاناسونیک های در واقع با این CDR قدیمی که اصلا
هیچی ثبت نمیشد، دیتایی وجود نداشت، ریپورتی وجود نداشت، زنگ می‌خورد مثل تلفن رومیزی خونگی. و اینا برمی داشتن جواب میدادن. گفتم خب روزانه چند تا تماس داریم؟ گفتم نمیدونیم، نه پنلی داریم نه سیستمی. گفتم خب نمیشه که شما میخواید الان نیرو بچینید شیفت بذارید. جواد مایندست اصلا نیست. آره دقیقاً اون چیزه نیست. و مسئله این بود که اگه این مایندست رو داشتن و ما این کارو کردیم، گفتم اوکی لازم نیست حتما بری سیسکو آوایا فلان بخری بیاری بذاری اینجا که بشموره یا بهت مثلا نشون بده که چند تا تماس جواب دادی. یه کاغذ به اندازه کف دست گذاشتم جلوشون، گفتم هر یه دونه تماسی که جواب میدی چوب خط بکش. 4 تا خط بکش، پنجوری روش خط بکش، دوباره برو جلوتر. و ما بعد از 2 روز فهمیدیم به طور متوسط چند تا تماس حداقل باهاش مواجه هستیم. میخوام بگم که این نباید یک بهونه باشه برای ما که آقا ما سیستم نداریم، ما باید بریم نرم افزار فلان بخریم که داده ها رو ثبت بکنه. نه ابدا. ما برای اینکه به دیتا برسیم اگر از سیستم بتونیم استفاده بکنیم عالیه، اما اگر نتونستیم حتما میتونیم دیتا ها رو به صورت دستی با سنتی ترین روش ها هم یا ابتدایی ترین روش ها، بله دقیقاً ابتدایی ترین روش ها هم دیتا ها رو جذب بکنیم، ثبت بکنیم، نگه داریم و روش پردازش انجام بدیم و به این سطحی که میخوایم برسیم. به نظر من برای دیتا محوری و یا داده محوری به اندازه کافی صحبت کردیم. نظرته؟ آره موافقم. و اینکه راهکار هم که قرار نیست بدیم، صرفا انتقال تجربه بود. دوست دارم این رو هم مجدد راجبش صحبت بکنیم که اگر تجربه‌ای دارید از بحث داده محوری و دیتا اورینتیشن که تو کسب و کارتون اتفاق افتاده، باعث پیشرفتی شده یا پسرفت، حتما برامون کامنت بکنین و بهمون اطلاع بدین، چون این انتقال تجربه ها به نظرم یه چیزیه که جاش خالیه واقعا و خیلی ارزشمند. یعنی همین خودش یک دیتا در واقع داده محوری خود این اتفاقی که ما بیایم و از تجربیات هم دیگه درس بگیریم. اگه می‌خواید دیتا اورینتیشن رو یه جنبندی داشته باشیم و بریم سراغ اسکیل ست بعدی. بله. به عنوان جنبندی در وهله اول استور کردن، نگه داشتن دیتا، ثبت دیتا مهمه. حتی اگر سیستم نداریم به هر شکلی شده باید دیتا ها رو ثبت و ضبط بکنیم. نویز ها رو ازش حذف بکنیم، تبدیلش بکنیم به دیتای خالص قابل آنالیز و قابل به در واقع بررسی و بعد اون رو تبدیل به اینفورمیشن بکنیم. احتمالاً توی این مرحله یه سری داشبورد ها خواهیم داشت، چارت ها خواهیم داشت، ولی اینجا متوقف نشیم، بریم سراغ استپ آخر که اون ضربه نهایی رو میزنه در واقع داده محوری و اونم گرفتن اینسایت و یا جنبه های پنهانی هست که داده ها با ما صحبت میکنن. این مرحله نه کار ماشینه، نه کار AI و نه کار چیز دیگه، کار افرادی که تو اون سیستم دارن کار میکنن و یا به صورت تخصصی اینسایت میدن از روی دیتا. دقیقاً. مرسی ازت. آخرین موردی هم که راجع به اسکیل های حوزه عملیات میخوایم راجع بهش حرف بزنیم، بحث تفویض اختیار یا تاسک دلیگیشن. حالا این تفویض اختیار خیلی جا نیفتاده، به نظرم تاسک دلیگیشن خیلی بهتر میشه. منم با تاسک دلیگیشن موافق‌ترم. شاید چون خیلی سخت میتونم بگم تفویض اختیار. تفویض اصلا جا هم نیفتاده. خیلی عجیبه این داستان. اما خب این آخرین اسکیلیه که میخوایم از اون اسکیل‌های حیاتی بحث حوزه عملیات با هم دیگه صحبت بکنیم. جواد یه کوچولو تعریف و مقدمه و اینا بده بهمون که تاسک دلیگیشن چی هست. تفویض اختیار یا تاسک دلیگیشن به نظر من از تیم ورکی میاد که در تار و پود عملیات وجود داره. اگر یادت باشه و شنونده‌های عزیزم یادشون باشه، ما در قسمت 0 و 1 هم اشاره کردیم که عملیات معمولاً تیم‌های بزرگی رو هستن که توی بیزنس‌ها هستن، معمولاً خیلی فربه و بزرگن و این نشون میده که تعداد نفرات اونجا زیاده و تیم بزرگتره و کار تیمی مفهوم بیشتری پیدا میکنه. تفویض اختیار هم به عنوان یک ابزار مدیریتی استفاده میشه برای اینکه تیم راحت‌تر به اون اهداف خودش برسه و خروجی هایی که میخواد رو تأمین بکنه و
جلوگیری بکنه از فشار بیش از حد روی یک بخش یا روی یک فرد که تو بحث تسک دلیگیشن بیشتر فرد محور هست و بیشتر افراد هستن که میتونن ازش تأثیر بگیرن به نظر من. و این ابزار رو به نظر من ما چرا از اسکیل ست یا به عنوان یک مهارت گفتیم، علتش اینه که این ابزار استفاده ازش یا محقق شدنش نیازمند مهارتیه در دو طرف این ماجرا. کسی که وظیفه رو تفویض میکنه یا تسک رو دلیگیت میکنه و کسی که اون تسک رو برمیداره و انجامش میده. در هر دو سمتش باید یک فهمی وجود داشته باشه، یک مهارتی وجود داشته باشه که این تفویض اختیار به اون هدف نهایی خودش برسه. خیلی موافقم باهات و اینم اصلا موضوعی نیستش که بگیم که فقط مسئولیت اونیه که داره تسک رو به من میده. اسمش تفویض اختیاره، ولی من به نظرم این باید کامل بشه. پذیرفتن اختیار و اون تسک و اون کاری که بهمون سپرده میشه به نظر من نقش بسیار مهمتریه. یعنی شاید یه جاهای حالا مثلا اون داره اشتباه میکنه، ما چرا باید اشتباه بکنیم؟ یه چنین چیزی به نظر من خیلی از اون باز آفتاییه که داخل خیلی از جاها من دارم میبینم. حالا این دیگه واقعا هم به اسکیل و مقیاس یک کسب و کار دیگه فکر کنم اصلا بستگی نداره. همه جا این دیده میشه، چه استارتاپی که مثلا 3 نفرن 4 نفرن، چه مثلا کورپوریتی که شاید توش 1000 نفر یا بیشتر دارن کار میکنن. به نظر من تو بحث تفویض اختیار یه دیدگاه غلطی وجود داره به نظر من. حالا این من میتونم راجعش خیلی حرف بزنم، از اون چیزاست که به نظر من خوبه که شما هم بیاین زیر بحث صحبت میکنین. استعاره میمونه هست که روشونه هست و باید تسکو برداره و بره و فلان و اینا. من خیلی با اون زاویه دارم. یعنی چند سالی هست که اینو من دارم جای مختلف میگم. خیلی اولش فیدبک های منفی تندی میگرفتم، اما خب الان خیلی این قضیه تعدیل شده. انگار مثلا من تسکو دارم میدم به مثلا یه فرد دیگه‌ای، تمام مسئولیتش از 0 تا 100 انگار با اون آدمه. حتی من این اختیار رو هم از اون آدم میگیرم که اینو بپذیره یا نپذیره. یعنی این استعاره به نظر من خیلی جاها اصلا جواب نمیده. یعنی مثلا توی موقعیت‌های فریلنس اصلا جواب نمیده. قرار نیست اون آدم فول تایم بیاد کنارت و اون استعاره در قبالش کاربرد داشته باشه. برای یک مشاور اصلا فکر کنم جواب نده. یعنی بوده جاهایی که واقعا من و تو رفتیم مشاور آدمه نخواست یا اصلا اکزیکیوشن خواست. آره خواست که وارد اجرا بشیم. آره دقیقاً. یعنی فکر کنم اون یکم چیزیه که ما خیلی کلاسیکه، یعنی برای من خیلی کلاسیکه، نمیتونم الان بپذیرمش. شاید حالا بعداً صحبتامو عوض بشه توی اپیزودهای بعدی، اما خب الان در حال حاضر چند سالیه که خیلی این استعاره رو درست نمیدونم. چیزی که به نظر من تفویض اختیار هست اینه که اولا شما سطح کار رو ببینی، سطح آدم مقابل رو ببینی. به نظرم جواد، یعنی حتما بوده که من و تو یه تایمایی خیلی شلوغ بشیم، همه بچه‌ای که حالا دارن یه تعداد در واقع تیم رو باهاشون کار میکنن، بخوایم کارمون رو یه کوچولو سبک‌تر بکنیم، با یه آدمی بخوایم مشورت بکنیم، قطعا کار سنگینه. اون آدم نمیتونه همه مسئولیت اون کار رو برداره، میتونه یه قسمت کوچولو از این پروژه رو برداره، از این کار رو برداره. یه آدم دیگه میاد یه قسمت دیگه برمی‌داره و اصلا همین میشه بحث مدیریت پروژه. به نظر من اینکه تو کل پروژه رو بدی دست یه آدم دیگه اصلا اتفاقی نیست که به نظر من خوب باشه. حتی یه جاهایی باز من اینو ضعف اون آدمی میبینم که داره تسکو دلیگیت میکنه. حالا دوست دارم نظر خودت بشنوم. موافقم. به نظر من تسک دلیگیشن 2 تا نیمه داره. من اینجوری نگاش میکنم. یه نیمه همونطور که گفتم کسی که تسک رو میده، آره، و یه نیمه کسی که تسک رو میگیره. هر دوتاشون باید کاملا آگاه باشن نسبت به این فرآیند. آره. این سایدی که تسک رو میده به نظر من شما به اندازه کافی گفتی در موردش. باید با آگاهی باشه، با شناخت نسبت به طرف مقابل باشه، اینکه طرف مقابل آیا میتونه انجامش بده یا نه و چقدر دلیگیت اتفاق میفته، در چه حدی اتفاق میفته. ببین وقتی ما میگیم تفویض اختیار، من چرا با این معادل فارسی مسئله دارم؟ برای اینکه لزوما تسک دلیگیشن اختیار رو شما نمیدی، یه جایی فقط یک وظیفه رو محول میکنی، در حال اینکه
اختیاراتش با خودته، تصمیماتش هم خودت میگیری و صرفاً یک وظیفه مکانیکی رو منتقل میکنی. درود بر تو یه جمع. وقتی هست شما تسک رو با تمام تبعاتش و تصمیماتش در واقع منتقل میکنی، یعنی به اون فرد میگی این کار رو شما انجام میدی، تصمیماتش هم خودت میگیری، مسئولیت خروجیش هم خودت برمیداری. بنابراین یه خورده باید دقیق تر باشیم. این که من اصراری واقعا نداشتم در تمام این پادکست که از معادلای فارسی استفاده بکنم، راستش یه دلیلش اینه که اینجاها مفاهیم نمیرسونه خوب. و در طرف مقابل به نظر من برای اونهایی که تو لول های پایین تر عملیات دارن کار میکنن و مورد تست دلیگیشن واقع میشن، اینه که هر تسکی رو نباید بپذیریم. من همیشه خواستم از تیمم، از اونهایی که باهاشون به صورت مشاوره به شکل‌های دیگه کار میکنم و از دوستانم که لطفاً من رو چالش بکنید و حتما این کار رو بکنید، حتی اگر ظاهراً به مذاق مدیرتون و اون موافقتون خوش نیاد. چرا این رو میگم؟ آیا مفهومش اینه که من باید مخالفت بکنم؟ ابداً منظورم این نیست. لزوما ما میتونیم مخالفت نکنیم، اما چراییش رو بفهمیم. به چه دردی میخوره چراییش رو بفهمیم؟ به این درد میخوره که اگر من بدونم ماهوند و ماهیتاً چرا، به چه دلیل دارم این تسک رو انجام میدم، احتمالاً خیلی بهتر انجامش میدم. احتمالاً جنبه‌های دیگه‌اش رو هم میبینم. مدیر من رفته تو سطح مدیرای بسیار بالا یا هیئت مدیره نشسته، یه تصمیم رو گرفته، گفته یه کاری رو باید انجام بدیم، این کار رو هم باید مثلا میلاد انجام بده. میلاد اگر بدونه که منشأ این تصمیم کجاست، چون از کف عملیات اومده، میتونه به مدیرش بگه که آقای مدیر درسته شما اینها رو دیدی و این خروجی ها رو میخوای یا به این دلایل این تصمیم رو گرفتی، این جنبه هاشم من این پایین دیدم ممکنه شما ندیده باشیش، یا آیا به اینها فکر کردید یا نه فقط همین تصمیم رو گرفتید و به اینها فکر نکردید. باعث میشه که تسک درست منتقل بشه اولا و بعضی وقتا بازنگری بشه. حتی من برای خودم پیش اومده تسک رو دلیگیت کردم و به خاطر همین چالش ها به این نتیجه رسیدم که من یک جنبه هایی رو ندیده بودم و تسک رو پس گرفتم و گفتم اجازه بدیم ما بیشتر در موردش فکر بکنیم. به نظر من نباید به راحتی پذیرفت و چالش کردن در این زمینه ابداً اشتباه نیست. این روی صحبت هم به هر دو طرف قضیه است. هم مدیران عزیزی که تسک رو دلیگیت میکنن از چالش استقبال بکنید لطفاً، و هم اونهایی که تسک رو میپذیرن لطفاً حتما به چالش بکشید. آره موافقم. منم یه نکته دیگه بگم به عنوان نکته آخر بحث تسک دلیگیشن و دیگه به نظرم کافیه، چون یکم هم از اون چیزاییه که بین مثلا سطح پایین و بالا، حالا اگه مثلا اون بیزینس داره غیر فلت در واقع مدیریت میشه بحث دیگه که مثلا تفویض اختیار چجوری باشه و فلان و اینها. نکته آخری که می‌خواستم تو این بحث بگم اینه که تو یه جایی گفتی این در واقع پرسشگریه، این چالش کردنه بد نیست، حتی یه جایی به نظر من لازمه. تسک میدن به نظرم ما بپرسیم که چقدر فرصت داریم برای در واقع انجام این تسک، با چه کیفیتی باید اجرا بشه، اجرا شد استپ بعدی چیه، چه کارهایی تا الان انجام شد، یعنی همین سواله که چه کارهایی انجام شد. شاید مثلا 3 تا کار باشه که تو بخوای انجام بده ولی قبلا انجام شده، چون تسکی که احتمالاً از رو هوا نیومده دیگه، یه جای قبلا یه کاری براش انجام شده. به نظرم این پرسشگریه واقعا اتفاقیه که خوبه توی تسک دلیگیشن و باید اتفاق بیفته. موافقی که جمع‌بندی بکنی و این 2 تا اپیزود رو ببندیم به نظرم. آره موافقم. پس 2 جنبه تسک دلیگیشن رو راجبش صحبت کردیم، کسی که تسک رو دلیگیت میکنه و کسی که تسک رو میگیره و انجامش میده. هر دو طرف باید مهارت این کار رو داشته باشن. در طرف اول فرد باید از اون کسی که تسک رو بهش دلیگیت میکنه مطمئن باشه، از توانمندی‌هاش مطمئن باشه، از آزاد بودن زمانش و ظرفیت کافیش مطمئن باشه که تسک رو دلیگیت میکنه و به خوبی توضیح بده که این تسک چرا دلیگیت میشه به اون فرد، چه هدفی رو دنبال میکنه و غیره. و در سمت مقابل حتما اون طرف به اندازه کافی چالش بکنه که بتونه مطمئن بشه که به چه هدفی داره این تسک رو دریافت میکنه، آیا ظرفیت انجامش رو داره. در همون سوال‌هایی که تو ساید اول گفتم از سمت ساید دوم پرسیده میشه و این نتیجه این چالش میشه یک فرایند انتقال تسک به شکل درست و سالم که حتما نتیجه میده. دقیقاً. خب ما اینجا اپیزود 3 لیناپس رو تموم میکنیم که میشه پارت 2 مجموعه مهارت‌های اسکیل ست‌های بچه‌هایی که میخوان وارد حوزه عملیات بشن، البته اسکیل ست‌های حیاتی و ضروری
چون جواد تو هم قطعا با هم موافقی که قرار نیست این اسکیل ست ها به همین چیزهایی که ما گفتیم در واقع ختم بشه و اینجا پایان نیست. این نقطه شروعه که قرار دید بده بهمون که یه سری اسکیل ست رو ما باید یاد بگیریم برای اینکه بتونیم وارد فیلد اپریشن و حوزه عملیات بشیم. یه چیزایی رو ما صحبت کردیم، اشاره کردیم، 6 مورد رو، و قرار باقی نکات رو هم شما به ما کمک بکنید، همین که قطعا دنبالمون بکنید، قرار راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. مرسی از اینکه به ما گوش دادید. ممنونم که ما رو دنبال میکنید. مرسی جواد.